سرا ای نغمه ساز دل که دل بودنش داند، نفس در گرمی آواز تو آسودنش داند. بیا در پرده ناخون زن که ما در پرده خوابیم، سحر با چشم نیلوفر نگه بکشودنش داند. برغم صد سرحدها، برغم کین ملتها، سرودی رهگشای تو جهان پیمودنش داند. صدایت از خدا آید، زی اوج کبریا آید، تو دریایی که تا باشد به موج افزودنش داند. زهی ای لحن لاهوتی، زهی ای صوت داوودی، ز گوش خلق می بوسم که او بشنیدنش داند. السلام علیکم معتبرترین عزیزترین شخصیت های معروف، فرزندان فرزانه ملت، دانندگان صنعت موسیقی تاجیکی، مخلصان، محبان، دلباختگان سرودهای کلاسیکی و هم خلقی، همه شما را به این تالار پرشکوه فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов از تحت دل خیر مقدم میگیم. اصلا مسلم است که فرهنگ و هنر پیش از همه چون قوه پیشبرنده جمعیت، رکن مهمی تعلیم و تربیه انسان کامل، تشکل دهنده تفکر ملی شناخته شده است. در تاریخ موسیقی خلق تاجیک به خصوص موسیقی کلاسیکی شش مقام که موقع خاصه دارد، هرچند تاریخی چندین عصر دارد ولی دوره تشکل یابیش عصر 18 است، عصر 18 تا 20. و چی خوش که اون دوره ها سه حوزه محض انمین سرود کلاسیکی یا خود شش مقام را معرفی میکردند: حوزه بخارا، خوارزم و فرغانه. به حوزه فرغانه البته شهرهای استرافشن، خوجند، اسفره و کانیبادام تعلق داشت، چون که پیش از همه معرفگر یا خود ترغیب و رونق دهندگان شش مقام در این حوزه ها بیشتر بودند و حافظان خلقی محبوبیت در بین مردم داشتند. در جای یا خود در این حوزه، در حوزه فرغانه، پیش از همه سرایندگان محبوب از آن جمله زیباپری، صادرخان حافظ، عمر حافظ، اونها اساساً با حوزه خود فرغانه ارتباط قوی دارند. به خصوص صنعت سرایندگی بین سرایندگان سرودهای کلاسیکی یا خود شش مقام در اسفره تفریقه داشت و معرفگران این گونه سرودهای کلاسیکی در اسفره پیش از همه محمد عمر حافظ، رحمت خوجه ایشان، میرزا قاری رحیمов، اسامیدینov ابن یمین، نورمتov ابراهیم جان، صالیف میرزا قربان، شریفov محمد جان، اسرارov عبدالستار، یونسov اسماعیل جان، سعیدov عزیز خوجه، جورایف عبدالغنی، میرزایف شریف جان، یولبرسov مراد جان، سیدالله فریده، محمدov عاقل خان، یوسفov اسمان جان، عبدالرحیم شیرمتov، فاطمه خان اشورova. من این 100 ساله آخر این طرف تا به امروز آنهایی که با حضور مبارک خود با سرودهای دلانگیز، با لحن مرغوب و آواز خیلی دلپسند خود برای همه ما و شما لذت‌های معنوی میبخشند، توسط سرودن سرودهای کلاسیکی و هم خلقی عین حال نامبر کردم. دوستان ارجمند، چه لحظه خوش! امروز برنامه کنسرتی ما راز مقام اسفره نام دارد و با اشتراک دو هنرمند خیلی پسندیده ما و شما، یکی استاد دیگر شاگرد، آوازخوان خلقی تاجیکستان، دارنده مدال خدمت شایسته عبدالرحیم شیرمتov و شاگردشان فاطمه خان اشورova. منظور شما میگردد این لحظه بقید لحظه حساس است، زیرا در بین همه شما استادان، آنهایی که در حقیقت هم دانندگان موسیقی کلاسیکی خلقی هستید، آنها امروز برنامه خود را منظور میگردانند. سرودهای کلاسیکی برای شما آماده گردیده است. من نخست صحنه را در اختیار یا خود به صحنه
اهلی نوازندگان را دعوت میکنم. آهنگ جانان. مرحمت کنند. مغنی کجایی که وقتی گل است، ز بلبل چمنها پر از بلبل است. همان به که خونم و جوش آوری، دم چنگ را در خروش آوری. آهنگ کلاسیکی جانان.
باعث فرهمندی است که در زمان صاحب استقلالی تاجیکستان عزیزمان با تشبث و دستگیری پرزیدنت مملکتمان جناب عالی محترم امالی رحمان به زبان عنعنه‌های ملی توجه خاصه داده شد و خصوص به تشکیل نمودن انسامبل‌های فلک یا خود شش مقام. من با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت ولایت سوق آغاز عصر 20 و 21 ببینید که در خوجندشهر عزیز ما در همین فاکولته صنعت انسامبل شش مقام سران نور خوجند با راهبری ارتیست خلقی استر استاد جوربک مرادov و بانومند نیازov حافظی مردم یا خود انیقترش هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد. این انسامبل شش مقام سران تا به امروز فعالیت خود را جانانه کرده ایستاده است. همچنین در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از بهترین انسامبل های شش مقام سران اونجا نیز فعالیت میبرد. این همه فعال نیک است، زیرا ما پیوسته کوشیده ایستادیم اهل هنر که صنعت موسیقی ملی ما و شما همیشه ترویج یابد، برای آیندگان نیز باقی ماند و پیش از همه برای لذت معنوی مردم خدمت‌های نظارت کرده باشد. من این لحظه ها چی خوش که استادان استاد جوربک نبی، استاد جوربک مراد حضور دارند، دیگر شخصیت‌ها استاد مستانه ارگش و از دوشنبه شهر مخصوص آمدند و افتخار استادان بزرگ تشکر می‌کنم. و دیگر استادانی که در دانشگاه فعالیت میبرند یا دیگر دانندگان علمی موسیقی و خصوص موسیقی کلاسیکی دوستان همه حضور دارید. همه شما را بار دیگر خیر مقدم میگیم و چون برنامه کنسرتی ما سرشار از سرودهای کلاسیکی و توسط دو سرانده خیلی خوب صورت خواهد گرفت، سرانده های ممتاز ما و شما. من با صمیمیت آنها را به سند اول میگم. عبدالرحیم شیرمتov و شاگردی آن کس فاطمه خان اشورova مرحمت کنید. مطرب عشق عجب ساز و نوای دارد، نقش هر نغمه زد راه به جای دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوای دارد. اصلا چنان هر یک این استادان و آنهایی که من نامبر کردم مکتب بزرگی را با خود دارند. استاد جوربک مرادov، استاد جوربک نبی، استاد مستانه ارگش و ده ها دیگر نفرانی که مکتب بزرگی خود را دارند پیش از ما. استاد اتخاص باشه، خدا آمدید، خوش آمدید. عبدالرحیم شیرمتov هنوز سال 1953 در شهر اسفره به دنیا آمدند. از سن 14 سالگی به نواختن ساز موسیقی تاری، رباب شوق و رغبت بی‌اندازه داشتند و هرچند خود سالهای 1970-75 فاکولته فیزیک و متماتیک انستیتوت دولتی پداگوژی لنوباد به نام گرفت که الحال دانشگاه دولتی خوجند نام دارد به اتمام رساندند، لیکن بیشتر کوشش میکردند بیشتر سرایند. این را همه اهل دانشجویان اون وقت نیز در موسم پختچینی بسیار میدیدند یا در دیگر چاره‌بینی هایی که در دانشگاه اون وقت برگزار میشد. هنری والای خود همین هنرپیشه عبدالرحیم شیرمتov را دیده مفتون میشدند. از این خاطر باز همین به جاده هنر پیش گرفتند و سالهای 1977-95 باعث در شعبه فرهنگی اسپره سپس آسایشگاه زمرد فعالیت مهنتی خود را بردند. 19 سال همکاری اون کس و چوقور آموختن موسیقی عنعنوی مکتب خود همون موسیقی عنعنوی شهر اسپره را با میرزا قربان سالی ارتیست خدمت نشان داده تاجیکستان، سپس کارکن خدمت نشان داده مدنیت تاجیکستان استاد مراد جان یولبرزov همراهی کردند، آموختند. سال 1995 این جانب در همین فاکولته صنعت دانشگاه دولتی خوجند فعالیت میبرند. 19 سال همکاری و سعادت با آوازخوان محبوب انیقترش هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانومند نیازov برایشان نصیب گردید. با استاد
مکتب ایجادی استاد جوربک نبیف را از بر کردند. با استاد جوربک مرادف همکاری کردند. مکتب اون کس را نیز آموختند. سال 1998 در مرکز فرهنگی هنر تحت رهبری پروفسور سلطان علی خدایبردی فعالیت نمودند و تا به امروز کوشیده ایستادند شاگردان زیادی را محض به همین موسیقی کلاسیکی و عنعنوی کلاسیکی آموخته باشند. همچون پداگوگی با استعداد توانسته ایستادند شاگردان خیلی با مهارت بر کمال رسانند. البته هر خدمتی را پاداش است میگویند. برای عبدالرحیم شیرمتов دولت حکومت برای این گونه خدمت‌های باسازشان در جاده صنعت موسیقی ملی تاجیکی با عنوان علاجی فرهنگ تاجیکستان با مدال برای خدمت شایسته سپس آوازخوان خلقی تاجیکستان مشرف گرداندند. عبدالرحیم شیرمتov اشتراکچی ده‌ها فستیوال سیمپوزیوم های بین الخلقی هستند که در حدود هم تاجیکستان و هم خارجه بود. در پنجکین، دوشنبه، قرقیزستان، اسفره، در آلمان، آذربایجان، در کولاب و خوجند. و وقتی سخن بابت فاطمه خان اشورا می رود، چون همه ما و شما همچون یک آوازخوان خیلی صاحب استعداد را پیش نظر می آوریم. یکی از شاگردان خیلی با استعداد خود عبدالرحیم شیرمتov هستند. این کس نیز زاده اسفرامرز خط کرده همین فکلته صنعت هستند. بیایید نوبت را در اختیار این حافظی خیلی خوش آواز بگذاریم. سرود نخستین چپانداز قلندری غزل سعیدا، سرود کلاسیکی. سرود دوم بر غزل کمال خوجندی، سرود یار ما، آهنگ جوربک نمیف. فاطمه اشورا می‌زند. تو در یک خانه آتش میزنیم صد خانه میسوزد. تو در یک خانه آتش میزنیم صد خانه میسوزد. تو می با غیر مینو شیبو می گردم کبابت من. تو می با غیر مینو شیبو می گردم کبابت من. تو شمعی انجمن میگردی و پروانه میسوزد. تو شمعی انجمن میگردی و پروانه میسوزد. با جسم و جانی من ای برقی بپر مروت کن. تو در کوهی من آتش میزنی دانه میسوزد. یارم
و گلشن بلبلو در انجمن پروانه می سوزد و گلشن بلبلو در انجمن پروانه می بی بلند است بگویم بلند پس گفتن سخن از بی رقیبان تا چند دامنش تیر به دستم ریتد و حلقه زور نتوان زود گرفت آهوی مشکین به کمند نتوان زود گرفت آهوی مشکین به کمند تیرهای دیگرش بر دل اگر آید های آنچه خاکیست چرا بر منی خاکی نفکن دل صد پاره به مرهم نشود چاره تو شکستم نگیرد پیوند جامی نازک تو شکستم نگیرد پیوند بعد از آن که آتش دل سینه پروانه بسوخت شمع‌هایی به حرام کشت بگیری خوابی خند خوش الهام و چمنهای خجل بلبلی چون تو خوش الهام و چمنهای خجل
فاطمه اشورا. سرود کلاسیکی حیات چار غزل بر حافظ. عبدالرحیم شیرماتov می‌سراید. سال جشن مرسید علی حمدانی و یک بیتشان برای شما پیشکش میکنم. هر کی ما را یاد کرد یزید مرو را یاد باد. هر کی ما را یاد کرد یزید مرو را یاد باد. هر کی ما را خار کرد از عمر برخوردار باد. وای هر کی ما را یاد کرد یزید مرو را یاد باد. اصلی دوست دارم یاد باد. یاد باد آن روزگارم یاد باد. گرچه شام را هزاران یاد باد. این زمان در کس وفاداری نماند. زان وفاداران یارم یاد باد. من که در تدبیر غم بیچارم چاره آن غمگسارم یاد باد. رازی حافظ بعد از این ناگفتم
باز دارم یاد